هذا النور شفاء صدور. سحر این کلمه کوتاهی است که پشت آن یک جهانی تاریکی پنهان است. بعضی‌ها فکر میکنند که سحر تنها یک افسانه است، اما حقیقت دیگر است. سحر این نبازی است و نه افسانه. سحر این در کشودن به جهانی تاریکی جنها و شیطان هاست. کسی که به سحر دست میزند در اصل به قدرت رو می‌آورد که از جانب خداوند نیست و آن قدرت همیشه نرخ دارد، نرخی که بسیاری ها دیر میفهمند. از همان لحظه آرامی دل آهسته آهسته رخنه می شود. شبهایت دیگر تغییر می یابد. شبهایت مثل شبهای پیشتر دیگر نیست. خواب از چشمت غیب می زند. فکرهای هر خیلی دیگر به آرامیت غلبه می کند و در تاریکی شب انسان چیزهایی را احساس می کند که پیش هیچگاه احساس نکرده بود. گویا کسی به او می نگرد، گویا کسی به او نزدیک می شود، گویا آوازی از جای نامعلوم به او صدا می زند. ترس آرام آرام به همسفر دائمی او تبدیل می یابد، زیرا جهانی که او در آن را کشاده است این جهان نور و انسانی نیست، این جهان تاریکی است. اما فاجعه به این همه تمام نمی شود. بسیاری وقتا قربانی سحر انسان‌های بیگناه می‌شوند، انسان‌هایی که هیچ گناهی ندارند. آنها ناگهان دردی را احساس می‌کنند که هیچ طبیب سببش را نمی‌یابد. دلی که پیش سبک بود سنگین می‌شود، فکری که پیش آرام بود پریشان می‌گردد. حیات آهسته آهسته تغییر می‌یابد. آرامی خانه سرنگون می‌شود، مناسبت‌ها می‌شکنند و انسان نمیفهمد که چرا زندگیش چنین تغییر یافته است. این از حقیقت سحر. آن قدرت نیست، آن راهی تاریکی است که انسان را به هلاکت میبرد. اما برای هر یک تاریکی نور وجود دارد، نوری که از ایمان و قرآن و دعا و ذکر خدا می آید. زیرا وقتی دل به نور ایمان روشن می شود هیچ تاریکی غالبیتش را ندارد. پس در خاطر نگاه دارید، سحر این بازی نیست، این راه است به جهان تاریکی ها و هر کسی که به آن نزدیک می شود می تواند آرامی حیات خود را در هم زند. السلام علیکم.